مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روز جمعه 21 اکتبر سال 2022 در یک صدمه پرقربانی در راه دوشنبه باختر بر اثر به ماشین بارکش برخوردن ماشین سبکرو مرسدس، راننده ماشین سبکرو و دو مسافرش جان باختند. قربانیان این صدمه همگی از 26 تا 28 سال داشتند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، نیمه دوم روز 21 اکتبر تخمین ساعت 17:35 دقیقه راننده автомашین تمغه مرسدس بنز دورمانوف عبدالله سال تولدش 1994 ساکن نویه خراسان هنگام حرکت از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر باختر در حدود جماعت دهات فخرآباد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به قفای автомашین بارکش تمغه خواه تحت اداره محمدیف دوست مراد سال تولدش 1993 ساکن پایتخت برخورده است. در نتیجه راننده مرسدس دورمانوف و مسافرانش بیک نظروف محمد سال تولدش 1996 و قلندروف نورالله سال تولدش 1995 هر دو ساکنان نویه خراسان جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیدند. نسبت به این حالت تحقیقات ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.